بالاخره اون چیزی که ازش میترسیدیم اتفاق افتاد. اوگاندا اعلام کرد به نفع اسرائیل وارد جنگ میشه. شما مثل من خبر حمایت اوگاندا از اسرائیل رو دیدید، بعد با خودتون گفتید اوگاندا دیگه چی میگه این وسط؟ کی هست اصلا؟ الان بهت میگم. یک کشور آفریقایی تقریبا 50 میلیون نفر جمعیتشه و یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های دنیا رو داره. حالا ربطش به اسرائیل چیه؟ قصهش برمیگرده به نزدیکای 50 سال قبل. اوگاندا اون موقع با اسرائیل روابط نظامی خوبی داشته، ارتباط داشتن با هم دیگه. ایدی امین رهبرشون تو بحبوحه قدرت گرفتن کشورهای آفریقایی هوس قوی‌تر شدن میکنه، رو میندازه به اسرائیل. ولی اسرائیلی‌ها بهش کمک بیشتری نمیکنن. امینم ناراحت میشه، برمیگرده این ور چشم میگردونه ببینه از کی میتونه کمک بگیره که نگاهش میفته به سرهنگ قذافی، رهبر لیبی. با خودش میگه جهنم، اسرائیل نشد لیبی، از قذافی کمک میخواد، اونم بهش کمک میکنه. از اینجا به بعد قصه با اسرائیلی شکرابن رفتن تو جبهه قذافی و یه تیم ضد اسرائیلی تشکیل دادن. حالا اوج داستان کجاست؟ سال 1976 و گروگانگیری انتبه. یه گروه فلسطینی یه هواپیمای اسرائیلی که داشته میرفت فرانسه تو هوا میدزدن و میارن تو اوگاندا میشونن رو زمین. مسافرای یهودی هواپیما رو گروگان میگیرن که بتونن توی اسرائیل اسیرای فلسطینی رو آزاد کنن. و اینجاش مهمه که اوگاندا تصمیم میگیره از این میزبان ساده تبدیل بشه به حامی فلسطینیان. بهشون کمک میکنه، جا پارک هواپیما میده، اسیرا رو نگه می‌داره، محافظت میکنه و اینجور کارا. اما اسرائیل اسیرای فلسطینی آزاد نمیکنه که هیچ، یه عملیات هم طراحی میکنه برای آزاد کردن گروگاناش. از 4000 کیلومتر اونورتر راه میفته، میاد تو خاک اوگاندا عملیات میکنه و با موفقیت کامل گروگانا رو آزاد میکنه. حالا یه شگفتانه دارم براتون. کاشف عمل اومده که اسرائیل تو این عملیات هیچ تلفاتی نداشته جز یه نفر و اونم فرمانده عملیاته، یونی نتانیاهو، برادر بنیامین نتانیاهوی خودمون. بعد از این اتفاق هم که دیگه طبیعیه، اوگاندا و اسرائیل به دشمن خونی هم دیگه تبدیل میشن که خب البته خیلی طول نمیکشه. 3 سال بعد ایدی امین سرنگون میشه و نفر بعدی که میاد جاش تصمیم میگیره زندگی رو دوباره با اسرائیل ادامه بده. همکاری‌های نظامی، اقتصادی، تکنولوژیک و غیره میاد سمتشون و این دفعه اوگاندا تبدیل میشه به شریک استراتژیک برای اسرائیل. تموم دیگه. الان احتمالاً متوجه شدید چرا اوگاندا باید از اسرائیل حمایت کنه. اوگاندا خیلی با میدون نبرد فاصله داره و خب امکانات و تجهیزات نظامیش هم اونقدری نیست که بتونه تو جنگ تأثیری بذاره. ولی تأثیرش تو جنگ ما چیه؟ تقریبا هیچ. خب پس با این اوصاف حمایت کردنش واسه چیه؟ اگه فاکتور خودشیرینی رو در نظر نگیریم، احتمالاً تنها دلیلش اینه که به مردم دنیا بگه ببینید چقدر اسرائیل خفنه، حتی تو آفریقا به شریک استراتژیک داره. از این به بعد اگه اسم کشورهای عجیب غریب تو خبر دیدی تعجب نکن. همه اینا داستانهای قدیمی ان که اسرائیل بالاخره باید جای ازشون استفاده کنه. اینجا کاشفه و اگه موضوعی هست که می‌خوای راجعش اطلاعات داشته باشی بگو تا در موردش ویدیو بسازم.